سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من پیکسل هستم. امروز اومدم که 5 انیمه در ژانر رازآلود به شما معرفی کنم و امیدوارم که خوشتون بیاد. خب دوستان، انیمه اول خلاصه داستان این انیمه راجع به دختری به اسم هونجو هستش که با دیدن مردی که توسط فرد دیگری که کلش با تبر شکافته میشه وحشت میکنه و سعی میکنه که فرار کنه، ولی در ساختمانی قرار گرفته که راههای خروجش به بیرون مسدود شده و مجبور میشه که بره بالای پشت بام، ولی با دنیایی مواجه میشه که ساختمانهاش توسط پلهای چوبی به هم متصل شدن و در این حین میفهمه که برادرش هم در این دنیا حضور داره و سعی میکنه که برادرش رو پیدا کنه. خب دوستان، خلاصه داستان این انیمه راجع به خوناشامی به اسم وانیتاس هستش که همراهاش ازش متنفر بودن، چون که خوناشاما از نور ماه آبی بدشون میاد و وانیتاس هم در زمانی به دنیا آمده که زیر نور ماه آبی بوده. به همین علت کتابی به اسم وانیتاس رو خلق میکنه که انتقامش رو بتونه از همراهاش بگیره. البته این روایتی هستش که خوناشام‌هایی بیان میکنن و بهش باور دارن که در شب زرشکی به دنیا آمدن و یک خوناشام به اسم نوئه واسه یافتن کتاب وانیتاس داره تحقیق میکنه که در حین تحقیقاتش مواجه میشه با دکتر آدمیزادی که خودش رو شفادهنده خوناشام‌ها معرفی میکنه. خب دوستان، خلاصه این انیمه داستانش اینجوریه که در اواخر قرن 19 بریتانیای کبیر که به بزرگترین امپراتوری جهان تبدیل شده روایت میشه که در این امپراتوری سلسله مراتب اقتصادی سفت و سخت این کشور باعث شده که ارزش زندگی افراد بر اساس موقعیت و ثروتشون تعیین بشه و فقط به نفع اشراف هستش. حالا ما در اینجا یک فرد به اسم ویلیام جیمز رو داریم که پسر دوم خانواده یک اشرافی هستش که سعی میکنه به مردم کمک کنه، به مردم مشاوره بده، ولی در باطن به دنبال این هستش که ساختار فعلی حاکم بر جامعه بریتانیا رو از بین ببره و حتی اگر لازم باشه خون بریزه. دوستان، داستان این انیمه حول محور مایا، دختر مدیر سابق آکادمی والشتاین و یک مأمور سفر در زمان به اسم فومیاکی اوشیدا میچرخند. در سال 2012 جهان توسط بیگانگان مورد تهاجم قرار گرفته و مسافران زمان به سال 1999 فرستاده شدند تا کلید نوستراداموس را پیدا کنند و از بین ببرند که پیشگویی نوستراداموس به عنوان چیزی که آخر زمان را به وجود می آورد پیش بینی کرده بود. سپس سریال به سال 1999 تبدیل می شود، جایی که مایا به قصد نابودی آکادمی با جایگزین کردن موقعیت پدر مرحومش به عنوان مدیر با آکادمی باز می گردد. برنامه او زمانی که فومیاکی را ملاقات کرد و از ویرانی پیش رو مطلع شد قطع شد. با وجود بی‌اعتمادی به فومیاکی، آنها پیمانی را برای جستجوی کلید نوستراداموس تشکیل میدهند. دوستان، مرسی که ویدیوی من رو دیدید. امیدوارم که لذت برده باشید و اگر خوشتون اومده لایک و ساب کنید. خداحافظ.